برای درست کردن خیلی از شیرینی ها حتما باید از روغن صاف جامد استفاده کرد. من برای اون شیرینی ها از این روغن زرد گاوی استفاده می کنم که خیلی شیرینی ها رو خوشمزه تر میکنه. حالا اگه میخواین بدونین چجوری این روغن زرد رو درست کنید یا به اصطلاح همون دوغ کره ازش جدا کنید، با من همراه باشین. کره میذارم رو حرارت تا آب بشه، دوغش میاد روی سطح و کم کم این دوغ ها شروع میکنن به تبخیر شدن. فقط شعله‌اش باید کم باشه تا کره نسوزه، چون کره خیلی زود میسوزه. وقتی به این مرحله رسید که فقط یه لایه نازکی از دوغ روش مونده، خاموشش میکنیم و بعد صافش میکنم تا اون یه ذره دوغ و ته‌نشینی که داره ازش جدا شه. به همین راحتی یه روغن زرد گاوی دارین که میتونید ازش تو شیرینی هاتون استفاده کنید. بعد اینکه به دمای محیط رسید داخل یخچال نگهداری کنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.